امروز چه روز خوبی، عالیه نه؟ یه دست به افتخار خداوند بدیم. امروز مهمونای جدیدی هم داریم نه؟ من خواهر عزیزم و میون جمعیت میبینم. بلند شو خواهرم، خودتو معرفی کن واسه همه شما رو بشناسن. بیتای خواهرت بیتا، همسر برادرم علی هلالی هستن. ایمان داریم که علی در ملکوت با خداوند ما عیسی مسیحه. آمین. ایمان داریم. مرسی خواهرم. ایمان داریم که علی در ملکوت با خداوند ما عیسی مسیحه. ایمان داریم. خیر مقدم میگم حضور تو. مهمون عزیز دیگه ای هم داریم. همسر محترم خواهرم بهار هستن که میخوام که خودشونو خودتون معرفی کنید. اسمتون رو بلند. آقا مجید. کسی دیگه ای هست که اینجا جدید باشه من ندیده باشمش؟ همه قدیمیان. ایمان داریم که خداوند امروز میخواد با قلب‌های ما صحبت کنه نه؟ از اون زمانی که این کلام در قلب من گذاشته شد که من اینو وظیفه به من داده شد که من بیارم، یک حال عجیبی برای انتقال این کلام دارم. نمیدونم چرا. یک حال عجیبیه که دلم میخوادش که هرچی زودتر این لقمه لذیذ خداوند به گوش شماها برسه. دلم میخوادش که امروز با این نیت که روح خداوند میخواد با قلب تک تک شما خصوصی صحبت کنه، در اینجا نشسته باشید و ببینید که خداوند میخواد چه مکاشفه‌های خاصی رو امروز به تک تک شما بده. در میون حرفایی که دعاهایی که داشتم در قسمت پرستش میکردیم، من به یاد برادران و خواهران افغانی زبانم افتادم. تو این روزهای سخت این برادران و خواهران عزیزم در سختی‌های بسیاری هستن و دارن تعدادشون به اصطلاح برمیگردن. من دعا کردم و باز هم دعا میکنم در ایمانی که هست، در اتحاد دعا در بین خواهران و برادران. میخوام که در نام عیسی مسیح که در اتحاد برای برادران و خواهرهای افغانی زبانمون دعا بکنیم. الان 2 تا برادرای افغانی زبان ما اون میون هستن. من میخوام بایستید و کلیسا در یک دل دعا بکنه به نمایندگی این 2 برادر. بایستید خواهش میکنم. برای ما امروز دعا میکنیم برای برادران و خواهران افغانی زبانمون. ای پدر، در نام عیسی مسیح اونها رو به حضور تو بلند میکنیم. خداوندا، میدونیم که راههای تو با راههای ما و افکار تو با افکار ما متفاوته. ای پدر، اجازه بده خداوندا که اینها که سختی های زیادی رو کشیدن در مملکت خودشون، در این راههایی که سپری کردن تا به اینجا رسیدن، ای پدر این سختی ها بدون نتیجه نمونه. ای پدر، در نام عیسی مسیح به قدرت روح القدس راه رو برای اونها باز کن. آرامش خودت و شادی خودت رو بر اونها بده. در نام عیسی خداوند خواندم این دعا. آمین. بفرمایید. خواهش میکنم. امروز نمیدونم با چه نیتی اینجا آمدی، ولی خداوند میخواد یه کار عظیم و بزرگی رو در زندگی شما امروز بکنه. میخواد یه نشونه هایی بده که میخواد به شما بگه که شمایی که امروز اومدید اینجا نشستید و دارید کلام خدا رو گوش میدید، در هر موقعیتی که هستید، در هر ضعفی که قرار دارید، با هر امکانی که قرار دارید، قدرت خداوند امروز میخواد برای شما عمل بکنه. ایمان دارید؟ امروز قدرت خداوند میخواد برای شما عمل بکنه. شاید میپرسی که من که چیزی ندارم، ولی خداوند ما همه چیز هست. او قدرت ماست در ضعف‌های ما. او راه امیدی است در ناامیدی‌های ما. او درب بازی هست در زمانی که تمام درها برای ما بسته است. آمین. کلامی که امروز آماده کردم میخواد به ما بگه وقتی که شرایط و مشکلات به نظر غیر قابل حله، باید این نکته رو به خاطر داشته باشیم که قدرت خدا محدود به توان و امکانات ما نیست.
او برای عمل کردن اراده خودش در زندگی ما هر کس، بله هر کس و هر چیزی رو به کار میگیره تا شرایط دشوار و سخت که خیلی هم به ظاهر غیر قابل حل رو برای ما آسون بکنه. این کار خداوند برای اونهایی انجام میده که قلب اونها با خداونده. آمین. موضوع اصلی این ما هستیم که باید صبر کنیم، اطاعت کنیم تا زمان خداوند برای ما و برای نجات ما از اون مشکل فرا برسه. امروز در چه مشکلی هستی؟ در چه فکرهایی هستی؟ پشت کدوم در بسته قرار گرفتی؟ فکر میکنی چه کار محال هست؟ امروز خداوند میخواد از هر کس و هر چیز استفاده بکنه تا تو رو از اون مشکل نجات بده. آمین. شاید این رو ندونیم، تمامی این کارهایی که خداوند برای عبور ما از مشکلات و سختی ها میکنه برای این که ما بتونیم با میل و رغبت بیشتری او رو اطاعت کنیم و پرستش بکنیم تا بتونیم اعمالی که او میخواد انجام بدیم. در این باره در رساله به فیلیپیان 2:13 میخونیم که خداوند، دلم میخواد که برادرم احمد، بله این میکروفون رو بگیرید اگر برادرم بدیدش، اون یکی رو بده. فیلیپیان 2:13 زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش می‌سازد در شما پدید می‌آورد. آمین. خداوند اشتیاق قلبی ما رو می‌بینه و شروع به کار کردن در زندگی ما می‌کنه. چقدر عاشق خداوند هستی ولی چقدر هم در کنارش ضعف داری، اصلا به این ضعف‌ها نگاه نمی‌کنه. اشتیاق قلبی تو رو میبینه و شروع میکنه به کار کردن. همین کافیه. ببین چه خدای عزیزیه. خداوند اشتیاق قلبی ما رو میبینه و شروع به کار کردن در زندگی من و تو میکنه. او به ضعف من، به ترس من، به نگرانی من، اینکه چقدر قوی و چقدر زیبا هستم، چقدر بلدم خوب حرف بزنم و غیره نگاه نمیکنه. خداوند جوینده قلب‌های مشتاق خودشه. کسانی که این اشتیاق قلبی رو برای خداوند دارن او رو جستجو میکنن، دقیقاً مثل یک حالت عاشق و معشوق، و طبق کلام خداوند اوست که به آنها پاداش میده. ولی باید بدونیم که تنها اشتیاق قلبی کافی نیست. باید آماده باشیم تا در عمل نیز بهای اون رو بپردازید. آمین. باید آماده باشید برای این عشقی که شما در قلبتون داره میجوشه یک بهایی رو پرداخت کنید و چیز طبیعیه. شما برای عشقهای دنیا بها پرداخت میکنید، نمیکنید؟ وقت میذارید، زمان میذارید، تلاش میکنید که مقبول معشوق بشید. برای خداوند هم همینه. باید بهاش رو پرداخت بکنید. ولی باید بدونیم که تنها این اشتیاق کافی نیست. ولی جالب اینه طبق همین فیلیپیان 2:13 پرداخت این بها توسط ما هم به کمک خداونده. او ما رو تنها نمیگذاره. او ما رو از در وادی موت رها نمیکنه. عصا و چوب دستی او ما رو هدایت میکنه. آمین. نمونه اون و مثال واقعی که میتونم برای این موضوع که خداوند برای عمل کردن اراده خودش در جهت از بین بردن خرابی و مشکلات و سختی هایی که ما با اون روبرو هستیم از هر کس و هر چیزی استفاده میکنه، داستانی رو برای شما، حکایت واقعی رو از کلام مقدس از عهد عتیق میخوام نقل کنم، از کتاب عزرا یا عزرا، کتاب تاریخی عهد عتیقه. این کتاب به عنوان تاریخ قوم یهود و بازگشت اونها رو به سرزمین خودشون بعد از اسارت ثبت میکنه. طبق کتاب دوم پادشاهان باب 25 پادشاه بابل
به نام نبوکدنصر با تمام لشکر خودش به اورشلیم حمله میکنه و تمام اورشلیم و معبد سلیمان یعنی خانه خداوند رو نابود میکنه. او خانه خدا رو میسوزونه، حصارهای اون رو نابود میکنه و همه جمعیت اسرائیل رو به اسیری میبره. آنها هیچ چیزی برای خانه خدا باقی نمیگذارن. در کتاب عزرا نوشته شده حتی ستونهای برنجی خانه خدا رو هم میشکنن و برنج اون رو به بابل میبرن. این گونه خانه خدا نابود میشه و هیچ چیز از اون باقی نمیمونه. امروز فکر میکنی هدفهای تو، رویاهای تو، آرزوهای تو همه نابود شده؟ امروز فکر میکنی اون چیزهایی که پشت سرت همه آتیش گرفته و نابود شده؟ امروز خداوند منظور نظرش تو هستی که در این افکاری. امروز فکر میکنی که میتونستی خیلی بیشتر پیشرفت کنی، میتونستی که خیلی بهتر راههای بهتری رو بری، فکر میکنی که اورشلیم زندگی تو نابود شده. امروز منظور نظر خدا با توه. امروز فکر میکنی که جوانیت از بین رفته؟ فکر میکنی که وقت تو بیخودی تلف کردی؟ فکرهای ناامید کننده در ذهنت اومده؟ بایست و ببین که طبق این کتاب و طبق این کلام خداوند تو را تنها نگذاشته و بلند خواهد کرد. طبق کلام خدا او برای بازگشت به یهودیان به سرزمین خودشون و بازسازی معبد سلیمان که همان خانه خداونده از کوروش پادشاه مقتدر پارسی استفاده میکنه. سیاست کوروش وقتی که در این کلام میخونید در جهت ایجاد امپراتوری قوی پارسی هستش در کل خاورمیانه و او از این سیاست اسیران رو آزاد میکنه. به خاطر این سیاست اسیران رو آزاد میکنه و مخصوصاً به یهودیان اورشلیم تفقد میکنه و اونها رو روانه میکنه به سرزمین خودشون. کوروشه که خداوند یهودیان رو نمیشناسه، ولی در کتاب عزرا باب 1 از آیات 1 و 2 او میگه که روح خداوند روح کوروش را برانگیخت. من میخوام اینو از زبان اون کتاب، چون این کتاب ترجمه عهد قدیم هستش، عزرا باب 1 آیه 1 و 2 ببینید که خداوند با کوروش چی کار میکنه که این اتفاق میفته. در نخستین سال کوروش شاه پارس برای اینکه کلام خداوند که به زبان ارمیا گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کوروش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سراسر قلمرو خود صادر کرد و آن را بدین صورت مضمون بنگاشت. کوروش شاه پارس چنین می‌فرماید: یهوه خدای آسمان ها تمام حکومت های زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهودا است خانه‌ای برای وی بنا کنم. در کتاب عهد قدیم ترجمه میگه خداوند روح کوروش را برانگیخت. روح تو رو یک دفعه یه تکونی میده. روح کوروش رو تکون داد، گفت نگاه کن به یهودیا، اینا قوم خاص منن، نگاه کن. باعث میشه که کوروش حکمی رو صادر بکنه. جالب اینه که این اعلامیه آزادی کوروش برای هر 12 قبیله اسرائیل صادر میشه. قبیله اسرائیل 10 تا از قبیله هاش جدا میشن، به سمت شمال میرن، حکومت شمالی رو برگزار میکنن، برپا میکنن. 2 تا از قبیله هاش به نام یهودا و بنیامین میان سمت جنوب و حکومت جنوب رو برگزار میکنن. کلام خداوند میگه اعلامیه آزادی کوروش برای هر 12 قبیله یهوده. امروز آزادی خداوند برای یهود و غیر یهوده. امروز آزادی خداوند برای هر کس هستش که گوش شنوا دارد. آمین. ولی کلام خداوند میگه آن 10 قبیله شمالی
یعنی حکومت شمالی کلام خداوند، یعنی این آزادی رو اصلا گوش نمی‌کنن. چرا؟ میگه انقدر اونها با قوم‌های دیگه مخلوط شده بودن، ازدواج کرده بودن که عملاً اسارت خودشون رو قبول کرده بودن. خیلی بده که ما اسارت خودمون رو بپذیریم. ما آزاد آفریده شدیم. آمین. میگه 10 قبیله شمالی که حکومت شمال رو تشکیل میداد، هیچ کدومشون در امر بازسازی معبد خداوند شرکت نمیکنن. پیام خداوند میرسه و هیچ کدوم از اینا شرکت نمیکنن. تنها حکومت جنوبی هست، حکومت یهودا و بنیامین. میگه اینها هستن که فقط میان و حرف کوروش رو میپذیرن و حرکت میکنن برای اینکه معبد خداوند رو بسازن. بسیاری از ما قبل از آشنایی با مسیح و همینطور بسیاری از انسانها باور نداریم میراثی عظیم از خداوند برای مشتاقان خودش آماده شده. شما شاید باور نکنید اگر به شما پرده ها بره کنار و ببینید که در ملکوت چه چیزهایی برای شما آماده هستش، شاید از این فرط خوشحالی نفس تو سینه هاتون حبس بشه. حکومت شمال باور نداشت. اون میگفت همین جایی که هستم خوبه. درست مثل پدران خودشون که در مصر بودن. وقتی که از مصر آزاد میشن، در سختی ها قرار میگیرن، به موسی شروع میکنن شکایت کردن. آخه برای چی ما رو از مصر آوردی بیرون؟ ما سر پاتیرهای گوشت نشسته بودیم، غذا میخوردیم، شادی میکردیم. برای چی ما رو اینقدر زحمت دادی؟ برای چی ما رو اینقدر سختی دادی؟ اونها اگر میدونستن که جلوتر از اون چیزی که به نام سختی اسمشو میبرن، کنعان خداوند انتظار اونها رو میکشه که در اونجا بدون اینکه زجری بکشن، بدون اینکه مشکلی داشته باشن زندگی خواهند کرد، اینقدر موسی رو اذیت نمیکردن و شکایت نمیکردن. دقیقاً همین بلا سر حکومت شمال میاد. اونها کلام خدا رو نمیشنون، مثل الان که خیلی این کلام رو نمیخوان بشنون. میگه گوش دارن ولی نمیشنون، چشم دارن ولی نمیبینن. جایی که خداوند میگه بیایید نزد من ای تمامی گرانباران، اونها نمیفهمن این گرانباری دارن اصلا یا ندارن. اونها نمیدونن اصلا که زندگیشون تماما پر از بار سنگین هست یا نیست. اول باید تکلیف رو با خودت روشن کنی. آیا واقعا فکر میکنی که زندگی تو پر از بار سنگینه؟ اگر هست به حضور مسیح بیا، چون اوست تنها درب نجات و راه حیات. و اگرم فکر میکنی که خیلی عالی و خوب هستی، که کسانی که مریض نیستن که احتیاج به طبیب ندارن. باب 1 کتاب عزرا میگه خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگیخت تا یک غیر یهودی عامل نجات قوم بزرگ خداوند بشه. همچون من و شما که مسیحی نبودیم. مگه ما مسیحی بودیم؟ خداوند روح ما رو برانگیخت. میگه از شرق، از غرب، از جنوب، از شمال شماها رو صدا کردم که بیایید. در رومیان میگه از پیش تعیینتون کردم. اینو باور نمی کنید. فکر میکنید که اتفاقی شماها اینجا اومدید؟ فکر میکنید اتفاقی روی این صندلی ها نشستید؟ اصلا اتفاقی نیست. اصلا چیزی به نام تصادف وجود نداره. همانطوری که خداوند روح کوروش پادشاه پارس رو برانگیخت، روح تک تک شماها رو هم برانگیخت تا شما به اینجا بیایید. باور دارید؟ این کار عجیبیه به نظر شما؟ خداوند روح پولس رو هم برانگیخت. پولس کی بود؟ پولس کسی بود که از آزار و اذیت مسیحیان یک دم فروگذار نبود. خیلی جالبه نه؟ خداوند روح من و تو رو برمیانگیزه، روح کوروش پادشاه پارس رو برمیانگیزه. برای چی این کار رو میکنی خداوندا؟ برای خودم و راههای خودم. میخوام شرکت کنی در بازسازی اورشلیمت. اورشلیم من کجاست که ایرانیم؟ اورشلیم تو در ایرانه. معبد خراب شده خداوند
در ایران توسط من و تو باید بازسازی بشه. ما اینجا اومدیم تا از خداوند بشنویم، ساخته بشیم در فکر، در طریقه زندگی، در گفتار، در رفتار، مخصوصا در عمل. یک انسان کامل بشیم تا مانند همان یهودیان برگردیم و اورشلیم ایران و معبد خداوند رو در ایران بازسازی کنیم. آمین. بله، این اتفاق جدیدی نیست که خداوند از کسانی که به ذهن ما هم نمیرسه استفاده میکنه تا کارهای خودش رو به پیش ببره. در ادامه این کلام در باب 2 رهبری یهودیان برای بازسازی و برپایی مجدد معبد سلیمان به شخصی به نام زروبابل میرسه. باید بدونید که وقتی میخواید که به خداوند بله بگید، وقتی میخواید که اورشلیم خراب شده فکرها و زندگی خودتون رو 2 مرتبه بازسازی بکنید، شیطان بیکار نمیشینه. وقتی که میخواید درست بشی، وقتی که میخوای اون عادتهای کهنه که باعث شده زندگی تو، یعنی اورشلیم زندگی تو رو خراب کنه، بازسازی بشه، ببین شیطان بیکار نمیشینه. شیطان هم شروع میکنه به کار کردن، چون اون نمیخواد اورشلیم زندگی تو برقرار بشه. اون میخواد که تو مدام در ناامیدی، در یأس، در اندوه، در افسردگی، در گریه به سر ببری. خداوند خدای سلامتی و شادیه. شیطان این شادی رو میخواد از من و تو بگیره. اگر موفق بشه او پیروز این میدانه. اگر شیطان موفق بشه که شادی تو رو بگیره، اگر شیطان موفق بشه که افکار امیدوار کننده تو رو بگیره، در واقع مثل اورشلیم یهود زندگی تو از بین خواهد رفت. حصارهای زندگی تو از بین خواهد رفت. او شروع به مانع تراشیدن میکنه و تو رو از هدفی که داری منصرف میکنه. امروز میخوای بیای کلیسا، انقدر سنگ جلوی پای تو میگذاره، انقدر راه ها رو برای تو تنگ میکنه، برای چی میری؟ هوا سرده، امروز تو شهر شلوغه، امروز فلانجا فلان کار رو دارن انجام میدن. هی مرتب به تو سیگنال میفرسته که تو نیای و کلام خدا رو نشنوی، چون میدونه که کلام خدا یعنی حقیقت زنده و این کلام از شنیدنه و شنیدن ایمان تو رو بلند میکنه. شیطان اینو خوب میدونه. کلام خدا درباره قوم یهود که برای بازسازی به اورشلیم آمده میگه آنها خودشان را وقف خداوند کردند. میدونی که بهترین قربانی برای خداوند وقت و زندگی ماست. بدنهای خود را قربانی زنده و پسندیده مقبول خداوند کنید. این زمانی که شما اینجا گذاشتید دیگه بر نخواهد گشت، همونطوری که زمانهای گذشته دیگه بر نخواهد گشت. درسته؟ شما میتونستید به جای اینکه اینجا بشینید و وقتتون رو اینجا در حضور خداوند سپری بکنید، در جای دیگه این وقت رو سپری بکنید، ولی شما خواستید، تصمیم گرفتید و امروز اینجا نشستید. آمین. خداوند به این کار شما رو نگاه میکنه و برای این ارزش قائل میشه و پاداش خواهد داد. آمین. آنچه معلومه یهودیان برگشته به اورشلیم بسیار شاد بودند، چرا که خودشون رو آزاد شده از اسارت میدیدن. اونا چندین سال اسیر بودن. این یهودیان وقتی که اعلامیه کوروش رو میشنون شروع میکنن به شادی. دقیقا مثل من و شما که وقتی با مسیح و نجات او روبرو میشیم شروع میکنیم به پایکوبی. هللویا، مرسی خداوندا به خاطر این کار عظیمی که تو زندگی من کردی. چقدر انرژی داری، چقدر هیجان داری، چقدر شکرگزاری میکنی. از همه بهتر چقدر میایی رو میری، حضور داری. خداوند منو نجات داده، میای اینجا شهادت میدی از اون لقمه های خوشمزه‌ای که خداوند به تو داده، میای اینجا شهادت میدی. درسته؟ دقیقاً یهودیان اسیر آزاد شده به دست کوروش همینطوری شاد بودن.
ولی همونطوری که خداوند از کوروش برای آزادی اونها استفاده میکنه، شیطان هم از عوامل و انسانهای خودش هم استفاده میکنه. دقیقا همون کاری که خدا برای آزادی و شادی ما میکنه، شیطان همون کار رو برعکس برای نابودی ما میکنه. اینو یادتون نره. تفاوت آدم هایی که شیطان از اونها برای نابودی تو استفاده میکنه اینه: خوشی، سلامتی و آرامش ما رو از ما میگیرن. اونها حسودن. کسانی که یاران شیطان هستن در وجودشون حسادت موج میزنه. اونها نمیتونن ببینن که تو داره یک زندگی خوب و راحتی رو انجام میدی. اونها تنگ نظرن، اونها بدبینن، یک مشخصه خیلی بارز دارن، منافع خودشون رو برتر از منافع تو میبینن. هرچند که برای تو دلسوزی هم بکنن، هرچند که بگن که ما با تو هستیم، ولی در نهان بر ضد تو عمل میکنن. اینها گزینه‌های یاران شیطانه. با این افراد برخورد کردید تو زندگیاتون؟ خوابید یا بیداری؟ آمین. در باب 4 از کتاب عزرا این دشمن قوم یهود این قوم رو در تنگی و سختی قرار میده. درست مثل شماهایی که وقتی دارید به سوی خداوند حرکت میکنی، شیطان میاد و شماها رو در سختی و تنگی قرار میده. سختی های مالی، پاس تو دیر میده، زن و بچت دارن میان، دیر به دست تو میرسه، خونه میخوای بگیری، دیر به دستت میرسه، برای کاری اقدام داری میکنی، انجام نمیشه، مرتب در حال تنگی، یه جا فریاد میزنی خدایا آخه چرا من؟ دلتنگت میکنه. اینها همه از شیطان هست. در باب 4 از کتاب عزرا دشمنان قوم یهود را در تنگی و سختی قرار میدن. در آغاز سلطنت خشایارشاه شکایت نامه‌ای علیه قوم یهود برای پادشاه میفرستن. من میخوام بگم بازسازی معبد خداوند از زمان کوروش پادشاه بزرگ پارس تا زمان داریوش بزرگ ادامه پیدا میکنه. ببینید چقدر کارشکنی میشه. خداوند میخواد اورشلیم زندگی تو بنا بشه، سالیان سال شیطان میاد وسط و نمیگذاره این اتفاق بیفته. داری درست میری، یه جا داری آرامشه، همه چی خوبه، همه چی بی نهایت عالیه، در جمع خانواده الهی هستی، با اونها پرستش میکنی، معجزات زیادی رو میبینی، شهادت‌های زیادی رو میای اینجا میدی، تعمید میبینی، بعد تعمید انقدر خوشحالی برادر، نمیدونی من انقدر سبک شدم، عالیم، این یه بادکنک. ولی بعد از مدتی یواش یواش دور میشی از گله خداوند. به خاطر همین هم هستش که عمل نجات تو دقیقاً مثل یهود طول میکشه. عمل بازسازی معبد سلیمان از زمان کوروش پادشاه بزرگ پارس شروع میشه تا زمان داریوش ادامه پیدا میکنه. چیز عجیبیه. هی کارشکنی میکنن، هی نمیگذارن کار انجام بشه. دقیقا مثل زندگی های ما. امروز میشینی اینجا و کلام خدا رو میشنوی، خیلی عالی بود، آرامش گرفتم. اگر آرامش گرفتی پس چرا بیرون اینقدر نگرانی؟ اگر آرامش گرفتی پس چرا اینقدر درب و داغونی بیرون؟ آرامشی که تو اینجا میگیری مثل یک قرص مسکن میمونه. برای تو هنوز باز نشده آرامش خداوند یعنی چی؟ که وقتی که بیرون میری اولین باد شیطان که به تو میخوره یک دفعه به هم میریزی، یک دفعه داغونت میکنه و بعدم پیش خودت میگی که این هم مثل همه اونا. به خاطر همین بازسازی اورشلیم زندگی تو هی به تعویق میفته، هی عقب‌تر میفته. خداوند ایستاده تا زندگی تو و اورشلیم زندگی تو بازسازی بشه. فرمانش صادر شده، همه چیز آماده است، ولی این تو هستی که اجازه نمیدی.
گوش میدی به صدای شیطان و میری به راه شیطان و اجازه نمیدی که اورشلیم زندگی من بازسازی بشه. بله، در آغاز سلطنت خشایارشاه شکایتی می نویسن به این شاه پارسی و این شاه، من نمیخوام داستان رو زیاد باز بکنم چون تو وقت ما نمی گنجه، ولی میخوام بگم که توسط فرمان خشایار این بازسازی معبد متوقف میشه و در دوران سلطنت اردشیرشاه این روند 2 مرتبه همینطوری ادامه پیدا میکنه. هی مخالفت، هی کارشکنی و اجازه نمیدن که خانه خداوند برقرار بشه. مرتب نامه میدن به شاهان مختلف، به اردشیرشاه، به خشایارشاه که اگر این یهودیان معبد اورشلیم رو بازسازی کنن، حصارهای اون رو قوی بکنن، مطمئن باش که دشمنان سرسخت تو خواهند شد. مدام میترسوندن. شیطان یه کار عجیبی هم تو زندگی ما میکنه. میدونی چی کار میکنه؟ چهره ای رو از ما در مقابل دنیا نشون میده که همه از ما بخوان بترسن. مراقب باشید، اینها خیلی مذهبی هن، چیزهایی که خودشون میگن. اینها خیلی متعصبن، باید مراقب اینها بود. شیطان چهره ما رو در برابر دنیا دگرگون میکنه تا دنیا به سمت خداوند حرکت نکنه. به این دلیله که ما مسیحیان حرفمون با عملمون باید یکی باشه. در مسیحیت این کار بسیار مشکله، ولی اما عملی. اگر امروز در راه مسیح عیسی قدم گذاشتی و میخوای با عیسی مسیح زندگی بکنی، باید حرف و عمل یکی باشه تا بتونی چهره واقعی خدا رو نشون دنیا بدی. دنیا منتظره تا کوچکترین ضعفی رو ببینه و اونو از اون استفاده بکنه برای نابودی راههای خداوند. آمین. در باب 4 از آیات 12 تا 16 عزرا میخونیم که نتیجه این کارشکنی ها این میشه که ساخت معبد خداوند متوقف میشه، ولی کار خداوند و عمل او برای نجات من و تو متوقف نمیشه. این خبر خوشیه. او وقتی کار رو در زندگی ما شروع میکنه، اونو تا به آخر ادامه میده. یه جاهایی میخوری زمین، یه جاهایی وای میسی، یه جاهایی شک میکنی، یه جاهایی ناامید و افسرده میشی، یه جاهایی اصلا دوست نداری اسم خدا رو دیگه بیاری. ببین، خدا در همون لحظه هم داره کار خودش رو در زندگی تو میکنه. کار خدا در زندگی تو تا اونجا ادامه پیدا میکنه که اورشلیم زندگی تو کاملا آباد و برقرار بشه. آمین. با تمام فشارها و مخالفت‌هایی که دشمنا برای بازسازی خانه خدا میکنن، با وجودی که دیگه کسی مایل به ادامه کار نیست، شاید هم خیلی ها ناامید شدن، در باب 5 کتاب عزرا میخونید که 2 نفر، یکی زروبال و یکی هم یشوع، از کسانی که به فرمان داریوش وارد اورشلیم شدن، به علاوه 2 نبی دیگه به نام حجی و زکریا، این 4 نفر خودشون آستینا رو بالا میزنن و شروع میکنن به بازسازی خانه خداوند. جالب اینه که هیچ کس نیست، همه رفتن، ولی این 4 نفر باقی موندن، دارن معبد خداوند رو میسازن. تجسم کنید که هیچ کسی از اون یهودیانی که از بابل اومدن به سمت اورشلیم دیگه باقی نمونده. چقدر اینجا تعمید گرفتن و رفتن و دیگه باقی نیستن. چقدر این کلیسا اعضا داشته و دیگه نیستن. چقدر کسانی که اینجا خداوند میکردن و دیگه نیستن. اینها مهم نیست. نگران چی هستی؟ خداوند با ماست، هرچند اگر ما تنها هستیم. به خاطر همین مسئله زروبال و یشوع به همراه این 2 نبی دیگه، یعنی حجی و زکریا،
هر 4 نفر آستینا رو بالا میزنن، هیچ کس نیست، مهم نیست. امروز کسی نیست، امروز از یاران قدیمی کسی نیست، امروز از اون اعضای قدیمی کلیسا دیگه کسی نیست، ولی خداوند اینجا حضور داره. من باید بگی که من اینجا هستم خداوندا، از من استفاده کن برای اینکه میخوام در شراکت داشته باشم در ساختن ملکوت تو. تو باید بایستی، نگاه تو به چپ و راست نباید باشه. از بغل تو خیلیا میان و میرن، دعا میکنیم که برگردن به گله خداوند، ولی مهم این هستش که تو بایستی و مهم این هست که کار خداوند توسط تو میخواد انجام بشه. زروبال و یشوع میایستن، دشمنا میرسن میگن کی به شما گفته بایستید؟ کی به شما گفته که کار معبد رو تموم کنید؟ اونها شروع میکنن گفتن که در زمان داریوش پادشاه بزرگ پارس ابلاغیه‌ای شد که تمامی قوم یهود برگردن به اسرائیل، همه اسیران یهودی باید برگردن به اورشلیم و معبد خداوند رو بسازن. میتونید برید اسنادش رو پیدا بکنید. داریم به انتهای موعظه نزدیک میشیم. دلم میخواد این قسمت رو خیلی خوب توجه بکنید. ایستادگی 2 نفر به همراه 2 نبی باعث میشه جرقه اتمام معبد خداوند، یعنی معبد سلیمان، بخوره. همه رفتن، هیچ کس نمونده، همه ناامیدن. دشمنا، شیطان وارد شده، همه رو زده، همه رو پراکنده کرده. کار شیطان همینه، همه رو پراکنده کرده. خوشی هایی که داشتن ازشون گرفته، همه رفتن تو خونه های خودشون، سر کارهای خودشون، سر زندگی های خودشون، دیگه هیچکی نمونده. 2 نفر باقی موندن، 2 نفر باقی موندن. اونها به دشمنان میگن که میتونید برید و سندشو که داریوش پادشاه بزرگ پارس فرمان داده که این معبد باید ساخته بشه توسط ما و آزادی، سند آزادی به ما داده، میتونید پیدا بکنید. اونها نامه می نویسن و میرن به حضور پادشاه داریوش پادشاه پارس. همین کار باعث میشه که ساخت و بنای معبد سلیمان انجام بشه. طبق فرمان داریوش بزرگ پادشاه فارس در باب 6 از آیات 6-12 معبد سلیمان به اتمام میرسه. من میخوام این باب 6 آیه 6 تا 12 رو آماده بکنید تا هر موقعی گفتم بخونید، ولی نگاه کنید. اسرای زیادی از بابل به سمت اورشلیم حرکت میکنن. گوش ها میشنوه؟ چقدر زیاد اومدیم از ایران بیرون، اومدیم داخل کلیسا، اومدیم به سمت خانه خداوند. نمیخواستیم بیاییم، انگیزه ای نبود. او ما رو خواند، او ما رو دعوت کرد. اسرای زیادی از بابل به سمت اورشلیم وارد میشن. چقدر کارشکنی میشه، چه در زمان کوروش، چه در زمان خشایاشا، چه در زمان اردشیر. ولی زروبال و یشوع ایستادگی میکنن. مهم نیست همه ناامید شدید، مهم نیست که همه رفتن تو خونه ها خوابیدن، مهم نیست که چقدر به ما داره فشار میاد، مهم نیست چقدر سختی ها رو ماها هست. هم سختی های زندگی هامون هست، هم سختی های راه خداوند. اینها اهمیت نداره. مهم راه خداوند و خود خداونده، مهم معبد خداونده. طبق این فرمان داریوش پادشاه پارس فرمان میده به خاطر ایستادگی که این کار کردن معبد سلیمان بازسازی میشه. میخوام که این فرمان رو بخونید. باب 6 تا 12. پس اکنون ای
هتیتایی فرماندار ماوراءالنهر و ای شتر بوزنای شما و یارانتان که صاحب منصبان ماوراءالنهرند از آنجا دور شوید. شما را کاری به این خانه خدا نباشد. بگذارید فرماندار و مشایخ یهودیان این خانه خدا را در جایگاه نخستش از نو بسازند. فرمانی نیز صادر می کنم برای این مشایخ یهودیان در کار بازسازی خانه خدا چه باید بکنید. تمامی هزینه از دارایی پادشاه که از خراجهای ماوراءالنهر فراهم می آید به این مردان پرداخت گردد تا کار باز نایستد. هر آنچه نیاز است از گاوان و قوچها بره ها برای تقدیم قربانی های تمامسوز به خانه خدای آسمان تا گندم، نمک و شراب، روغن بر حسب آنچه کاهنان اورشلیم بگویند هر روز بی هیچ کم و کاست به آنها داده شود تا قربانی های خوشایند به خدای آسمان تقدیم کنند و برای سلامت پادشاه و فرزندانش دعا نمایند. و فرمانی نیز صادر می کنم که اگر کسی این حکم را تبدیل کند تیری از خانه‌اش برگیرند و او را بر آن تیر بلند کنند و خانه‌اش به سبب این عمل به مزبله بدل شود. باشد خدایی که نام خودش را در این مکان ساکن گردانیده است هر پادشاهی یا قومی را که دست خویش را برای تبدیل این امر و یا نابودی این خانه خدا در اورشلیم دراز کند سرنگون سازد. من داریوش این فرمان را صادر می کنم، پس به دقت اجرا شود. آمین. این همه سختی، این همه زحمت، این همه کارشکنی، همه رفتن و هیچ کس نمونده به خاطر پایداری 2 نفر. در آخر تمام امکانات پادشاهی داریوش در اختیار یهودیان برای ساخت معبد خداوند قرار میگیره. این کلام میگه که اگر در راه خداوند بایستی تمام امکانات خداوند برای ساختن اورشلیم زندگی تو قرار میگیره. ایستادن برای خداوند ممکنه به ظاهر مشکل باشه ولی میارزه. دقت کنید در این کلام دنیاییش وقتی که داریوش میگه هر چی که میخوان بدید، در واقع داره اینو میگه هر چی میخوان بدید بهشون، هیچ کس مزاحمشون نشه، هیچ کس با اینا کاری نداشته باشه. چقدر بیشتر خداوند ما به ما خواهد داد اگر در راه او ایستادگی کنیم، اگر اطاعت بکنیم، اگر تحمل رنج ها و سختی ها رو بکنیم. چقدر خداوند بیشتر از این که داریوش به این اسیران یهود داد به ما خواهد داد خداوند. آمین. بریم برای دعا. آمین.